بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. أرأيت الذي يكذب بالدين ای پیامبر، آیا کسی که روز جزا را تکذیب می کند دیده ای؟ فذلك الذي يدع اليتيم پس او همان کسی است که یتیم را با خشونت از خود میراند ولا يحض على طعام المسكين و دیگران را به اطعام بینوا و مستمند ترغیب نمی کند. فويل للمصلين پس وای بر نمازگزاران الذين هم عن صلاتهم ساهون همان کسانی که از نمازشان غافلند الذين هم يراءون کسانی که خودنمایی می کنند ويمنعون الماعون و از امانت دادن وسایل ضروری زندگی دریغ می‌ورزند.